سلام. چه چیزهایی مال محسوب میشن؟ اولا یک مال باید مفید باشه، یعنی یکی از نیازهای مادی یا معنوی ما رو برآورده کنه. دوم اینکه مال باید قابل اختصاص یافتن به شخص یا یک ملت معین باشه. در اصطلاح حقوقی ما میگیم که باید ارزش اقتصادی داشته باشه، یعنی قابل معامله و تملک باشه. عزیزان، خیلی اصطلاح مال منقول و غیر منقول رو شنیدید. مال منقول مالی هستش که به راحتی قابل جابجایی از یک محل به یک محل دیگه هستش، مثل خودروهایی که سوار میشید و استفاده میکنید. یک مال دیگه، مال غیر منقول، مالی هستش که از یک محلی به محل دیگه نمیشه جابجاش کرد بدون اینکه به خود مال یا محل قرار گرفتنش خرابی وارد بشه. اینها مال غیر منقول هستند. حالا به نظر شما در و پنجره یا شیرالاتی که در یک ساختمان نصب و اجرا شدن یک مال منقول هستن یا غیر منقول؟ برای افزایش اطلاعات حقوقیتون همراه ما باشین.